با دنبال باز داشتن برنامه‌های آژانس رشد بین‌المللی آمریکا یا خود یوساید، وزارت تندرستی برای طرح‌هایی که از سوی این سازمان دستگیری مالی می‌شدند سرمایه‌گذار می‌جوید. در این باره جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 10 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد. من فکر میکنم که تو معین کردن این مکانیزم فعالیت تشکیلات یوساید ما با دیگر راه‌ها حرکت میکنیم که یگان مشکلات در همین سمت‌هایی که ما فعالیت میکنیم یگان مشکلات نشود. یوساید در بخش‌های تبابت بیماری‌های سیل، ویچ، سپید، سالمی مادر و کودک و حفظ اجتماعی اهالی به وزارت تندرستی کمک مالی می‌رساند. وزیر تندرستی تاجیکستان تاکید کرد که سازمان‌های دیگر بین‌المللی نیز می‌توانند جایگزین یوساید گردند. تشکیلات‌های دیگر است که گلوبال فوند است که در همین سمت‌ها با بیماری‌های ویچ، توبرکولوز، مالاریا فعالیت می‌کنند، فعالیت بردن می‌گیریم. ما دیگر منبع‌های مبلغ‌گذاری است که دستگیری کنیم که چی تشخیص‌ها چی کارهایی که یک جای با ما تشکیلات کردگی بدیم حرکت می‌کنیم که نسبت به سال‌های پیشین فعالیت در همین سمت پس نشود. مانوئل میکلر سفیر امریکا در تاجیکستان در پایان سال گذشته ضمن یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفته بود که در طول 30 سال اخیر مردم امریکا به تاجیکستان زیاده از 2 میلیارد دلار در شکل‌های گوناگون یاری رساندند. یک قسم اساسی برنامه‌های ما توسط یوساید و دیگر نهادهای حکومت ایالات متحده آمریکا این است که به تاجیکستان کمک کنیم تا امکانات‌های بزرگ را عملی سازد. سامانه رسمی یوساید که به گفته سازمان ملل 40% یاری‌های بشردوستانه را در جهان انجام می‌دهد، روز 3 فوریه دستنارس شد. دونالد ترامپ، پرزیدنت نو امریکا، ادعا کرد که آژانسی را یک گروه دیوانه‌های افراطی رهبری می‌کنند. ولی جانبداران یوساید اظهارات ترامپ را یک اظهارات شدید سیاسی دانسته، آن را بی اساس و بدون دلیل‌های واقعی قلمداد کردند. کار یوساید که در تاجیکستان نیز طرح‌های زیادی را اجرا می‌کرد با هدف کاهش خراجات حکومت ایمئه بس شده است. سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه هشدار دادند که قطع کار آژانس می‌تواند پیامدهای فلاکتبار داشته باشد.